یکی بود یکی نبود. گنجش کوچولویی همراه با پدر و مادر خودش توی لونه قشنگ بالای درخت کاج زندگی می‌کردن. یه روز مادر پدر گنجش کوچولو بهش گفتن عزیزم ما باید به خونه مادر بزرگ که اون طرف جنگله بریم. چند روز باید پرواز کنیم و مجبوریم تو رو تنها بذاریم. مراقب خودت باش و با دوستات مهربون باش. گنجش کوچولو هم قول میده تا وقتی مامان باباش برگردن با همه مهربون باشه. گنجش کوچولو روز اول یه دونه بادام پیدا میکنه. وقتی میخواست اونو بخوره سنجاب از راه رسید و گفت میشه دونه بادام تو به من بدی چون من خیلی گرسنمه. گنجش به یاد حرف مامانش افتاد و با مهربونی دانه بادام رو به سنجاب داد. گنجش کوچولو روز دوم کنار دریاچه یه کرم کوچولو پیدا میکنه. وقتی میخواست کرمو بخوره ماهی بهش گفت من خیلی کرم دوست دارم. مدت زیادی هم هست که کرم نخوردم. لطفاً کرمی که پیدا کردی رو به من بده تا من بخورم. گنجش کوچولو حسابی گرسنه بود. اما چون به مادرش قول داده بود با همه مهربون باشه کرمو به ماهی داد. گنجش روز سوم با بیحالی یه تمشک خوشمزه پیدا میکنه. اما همون موقع خرگوش از راه میرسه و میگه من چند روز غذا نخوردم. گرسنمه. ممکنه تمشک تو به من بدی؟ گنجش کوچولو دوباره دلش میسوزه و با مهربونی غذاشو به خرگوش میده و با ضعف و گرسنگی به لونش برمیگرده. همون لحظه پدر و مادر گنجش کوچولو از خونه مادر بزرگ برگشتن و بچه‌شون رو مریض و بیحال دیدن. متوجه غذا نخوردن گنجش کوچولو شدن. مامانش بهش گفت ما که به تو یاد دادیم برای خودت غذا پیدا کنی، چرا این کارو نکردی و گرسنه موندی؟ گنجش کوچولو داستان رو برای پدر مادرش تعریف کرد. مادرش لبخندی زد و گفت اگه اول از همه با خودت مهربون نباشی ضعیف میشی. اون وقت نمیتونی به دیگران کمک کنی. درسته که تو با بقیه حیوونا مهربون بودی اما با خودت مهربون نبودی و غذا نخوردی. بهتر بود غذات رو با بقیه تقسیم میکردی. بعد با اونا دنبال غذای بیشتر میگشتی. گنجش کوچولو متوجه شد برای اینکه بتونه همیشه به بقیه کمک کنه سالم و قوی باید باشه. اون از اون روز به بعد بیشتر از خودش محافظت کرد. خوب غذا خورد، ورزش کرد چون فهمید برای مهربون بودن باید قوی باشه. اینم از داستان گنجش کوچولو. امیدوارم خوشتون اومده باشه.